با سلام و درود بیکن خدمت همه دوستان و همراهان عزیز با که دیگر از آموزش شد در بخش پیلسی میتسوبیشی در خدمت شما هستیم و یک موضوع دیگر هم است با نام devices and addresses. یعنی ما در وقتی برنامه نویسی حتما ما یک دستگاه ها بگیم داریم و یک سروق معین داریم. فرض کنیم ما در پیلسی میدونیم که ما ورودی داریم، خروجی داریم و ما اینپوت آوتپوت داریم که اونها یک دیوایس با نام های معین و با آدرس سروق های معین هستند و همون رو ما خیلی معین میکنیم چگونه اونا مفهومشون چی معنی دارن و اونا رو میریم در اینجا گفتگی از سر اول که همه اساسا افاده کنیشون از دو قسمت عبارت است. همون معلوماتی که ما در اونجا می نویسیم، یه برنامه وقتی که مثال می نویسیم همون دیوایس و از دیوایس که از آدرس ترکیب یافتگی هست. دیوایس ما در اینجا چیز مثال ورودی که در اینجا گفتگی از اکسینال بینید، اکسینال در اینجا از ما نام دیوایس است، همون دستگاه ما نامش است و نال هم بینید، نال که اینجا بینید این رقم شد. دیوایس نیم اینجا هم دیوایس نمبر، این رقمی دستگاه است. مثال x دیوایس نام کی باشد، نامی دستگاه کی باشد و اینجا 0 و 100 این رقم شد، یعنی این نالوم x است، اینم 100 دی هست. خب x چی معنی دارد و دی چی معنی دارد، یعنی حرفی که در خصوصا در پیلسی میتسوبیشی استفاده میکنن اونا چی معنی دارن، نام در پایان گفتگی هست. یعنی یک استاندارد است در وقتی همین سروق نویسی در زبان‌های برنامه‌سازی که اینجا تاکید کرده است باید حتما زبانی برنامه‌سازی باشد برای پیلسی باید این استاندارد را رعایت کند و ما چی نوعی ورودی و خروجی داریم. ببینید ما اینپوت داریم همه وقت که با ای هست، مثلا در پیلسی اگر میتسوبیشی سیمنس بینیم اینپوت ما با حرف ای اشاره میشد و خروجی آوتپوت ما با کیو، اینترنال مموری که با حرف ام اشاره میشد. خب در پیلسی میتسوبیشی ما ورودی داریم x است که نوعی بیتی مثال هست. باز اگر نوعی ورودی باشد بینید اینجا ورد در پیلسی میتسوبیشی خودش گفتگی است وی ورد است و دیرم دوبل ورد ما هست. خب اینا چی استاندارد تشکیل ما معین میکنیم. بینید در اینجا گفتگی است یکم حرفی که در اینجا هست فویز بیم ای، این موقع حافظه، موقع حدودی همون حافظه است، position of memory area، موقع حدودی همون حافظه است. این چی معنی داره؟ دویم حرف هم است بود این سایز، سیوم حرف هم است اینجا خیر رقم، این هم کلاسیفیکیشن اینجا گفتگی است. خب یکم position of memory area این چی معنی دارد؟ یعنی موقع حافظه، حدودی حافظه. خب در دستبندی حتما همین موقع تعلق دارد به ورودی ها و خروجی ها و اینترنال مموری ها، یعنی حافظه داخلی. ما در برنامه نویسی هم وقتی که از ورودی خروجی استفاده میکنیم با یک نوع دیگر هم هست، ما مثال اما را استفاده میکنیم که فلکشن میکنن که اونا مموری های داخلی هستن، ما از اونو بسه استفاده میکنیم. فرض کردیم هست x دیوایس که اینا ورودی هستن، بینید با ای تعلق دارد، y یا که y دیوایس این q آوتپوت است، خروجی های ما هست. دیوایس که با نام های دیگر هستن m فرض کردیم مموری، این اینترنال هستن. خب x ها همون باز پیشکی هم گفتیم x چیز یعنی ورودی، y هم y هم این خروجی هست. دویم قسمت از چی است؟ سایز یعنی اندازش، حرف دویم همین سایزی که در اینجا هست، حرف دویم اندازه همون هم که داتا ما را معین میکنه، معلومات ما را معین میکند. خب اگر که نوعی x باشد این بیتی است حتما، که اگر نوعی v باشد این ورد است و d باشد نوعی دوبل ورد است. نمیدید در ملسیک گفتگی است، اصول در همین ملسیک است. بعد کلاسیفیکیشن چی است؟ کلاسیفیکیشنش هم این دویم دستبندی بگیم در اینجا گفتگی است که در x y در ورودی و خروجی این تعلق میگه ندارد. خب مجموعاً شما از این
درس چی بتونید فهمیدن وقتی که شما یک معلوماتی که مثلا می‌نویسید. فرض کنید من می‌نویسم x0 چی معنی داره؟ یعنی ورودی نولم، یا که y یا y ده یعنی خروجی دهم، یا که d 100 اینجا گفتگی است. d 100 چی؟ رجیستری d یعنی نامی d، رجیستری نوعی که دوبل ورد بود، نوعی دوبل ورد و موقع رقمش هم 100 مثلا صدم d هست. یعنی شما وقتی که برنامه می‌نویسید الکی باید این معلومات داشتگی باشید که اینا چی مفهوم دارن، که اینجا خودش هم گفتگی بود. مثال m استفاده کردیم، اینترنال مموری بود، مثال x چیست، d چیست، همه اینا رو باید که پیشکی هم پیش از برنامه نویسی باید که معلومات داشته باشید.